درود. از تلم 19 هستم. خیلی خوش اومدین به ویدیو. اومدیم داخل زمین پارک. اینجا میخوایم ویدیو یعنی چالش‌های فوتبالی انجام بدیم به همراه آریان. سلام. ای پارسا. منم هستم. آریا و چالش‌هایی که میخوایم انجام بدیم پنالتی، رابونا، دیگه رالی، یه دفتر تیرک، کورنر، همین. نگی بده. ویدیو همه رو میبینیم بچه. همین دیگه. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینستا بچه‌ها داخل توضیحات هست. اینستا آریام فالو کنین که داره ویدیوی کلافی میذاره و همین دیگه. 1 2 3 برو بریم. اولین چالش پنالتی اول من میزنم، دوم ای پارسا، سوم آریان، آخرین نفرم آریا که یک سر آریا دروازه است و وقتی میخواد آریا بزنه ای پارسا دروازه است و اولی هم خودم برو دروازه. دفترچه رو بده من. ندیدی گل. ویسکا باس بخواب بابا. اگه خراب میکردم 3 تا فرصت داشت. دومین نفر منم. حالا ببینیم چی میشه. شلوار رو میاره پایین، شورت رو در میاره این روز. گل بعدی خوشحالی. بگو سلام. سومین نفر آریان. بابت اینه سرما هم خورده این باز. خب این جوان مردم آریان چی داره میکاشت؟ همینه دیگه. بگو. روبرتو کارلوسی میخواد بزنه با لباس امباپه. اشاره میکنه اون ور بزن. 180 باز میکنه میزن. این دیگه چی بود؟ الکی اینجوری کردی؟ تیم ملی سیاه گلر تیم ملی نگاه ها. ما نجات پرست نیستیم. آریا دیده نمیشه. عالی. چالش دوم ضربه والی که توپ به این صورت و مو به این صورت میده. همتون میدونین دیگه. اول نفرم ای پارسا میزنه، دومین نفر من، سومین نفر آریان و آخرین نفرم آریا. بریم ببینیم چی میشه. بریم. خداحافظ. من برای ای پارسا میندازم. ای پارسا به صورت والی میزنه. برو گل. 3 تا فرصت. باز گلری بگیر آریا. کات یه جوری میزنی کلاغا خوردن. کلاغا بیخونه شدن. کجا میای؟ آخرین ضربه ای پارسا و اگه خراب کنه با سوستون مواجه میشه. من دوست دارم. من میخوام ببازم. الکی نباید ببازم. خب میخوام بندازم. اینو باید گل کنم. من اصلا اینجا آماده نبود دیگه. ضربه پاس خوبه. کلاغا رو زده. دعوا آقا دعوا کار بچه هاست. بزرگ سالانش انجام. خوشوق نبود. الان وقتش نیست. آخرش که همه زدیم با هم. بده من بخورم. نه دهم. زبونی تو نگفتی آخر سر. گوش کن. یه قطعه من برات میگم. برو کنار توی. آقا بیا جلو ببین. خدای خورد. بده من بخورم. خب طبق مکالمه‌ای که شد آریان میخواد جای من الان رو والیو بزنه. بعدش قبل اینکه شروع کنیم وایسا
آقا من الان نمیدونم من ضربه اولو بزنم گل بشه مجازات اصلا نمیشه. نه میره بعدی. یا آقا این ضربه پاش خوبه. این ضربه پاش خیلی خوبه. مشکلات کار همه. میخوای ضربه رو بزنی چند نفر دارن اشکال نداره. کار که دیگه ما پول نداریم اجاره کنیم. من دماغ دارم. برو وایسا. سرت وایسا. چی نیست؟ بگی. اوه تو زدی. دومین ضربهش از امیر پارسا بهتر زدم. خب آریا نزد. براش میندازم. دومین ضربه آریا. ضربه نازی. خیلی خوب. خراب کنه دهنش سرویس. من کلا سس فرنگی هم نمیخورم. من سس گوجه فرنگی هم نمیخورم. ظالمه بدبخت کثافت پاپت. الان تو بومه. بیا یزید بدتر آجی. یزید آب نمیده. ولی من سس میدم. یزید کیه؟ تو آب نمیده که این سس هم روش میدی. بیا. اینو نگاه. میذارم آب بخوریم. ایزی. آقا فرار کنید 2 بار بعد دستتون بخورید. خب بیا. بریم برای مجازات. خودم بریم میگیری. خودم. وایسا. مثلا برای من مثل جهنمه. بخور دیگه. بخور. خودم میریزم تو حلقتار. بخور دیگه. بخور. وایسا تکون بده. ای پارسا یه چی میگه؟ آقا من سس نمیخورم. ببین دست نزن. بگیر ای پارسا رو. نه همونطوری که انجام دادی. بابا مجازات چقدر طول میده. آقا بخور. تون نیست. تونده. بچه‌ها تا اینجا هر شوتی هر 2 نفر زدن. آریا نه پارسا. هر 2 تا مجازات شد. امیدوارم من زنده بمونم. نه تو حلقه. خب از حق نگذریم تو کامنت ها بگیم. من بهتر زدم یا پارسا با این گردون کنم. پارسا کلاغار ده. تو چی نگی؟ تو آشپزخونه مچش گیر کرد. بنداز دیگه الکی حرف نزن. بندازم. گل. من اصلا آره بنداز دیگه. نزدیکی. صحنه رو یادم رفت بگیرم. بچه‌ها ندیدین. نه دروازه رو یادم رفت بگیرم. خورد تیرک بعد خورد تو شکم پارسا اومد برو. نه گل. به من ببین. عشق کسایی که ویدیو رو لایک کنن عطا میره اونجا. خفه شو. عشق کسایی که همونجا با حرف نزن. 1 2 3 اگه ضربه 2 تاش گل نشد. از 2 تا ضربه هر 2 تاش دیده شد. هیچ کدوم. وای آخرین فرصت. تو نزن. آقا بچه‌ها لایک کنید ویدیو رو عطا برن. خدای خانم سوستون تو بزن. بزن لایک کن نگاه. بزن. لایک کردی بزن. خودم میریزم. خب بچه‌ها نه تو دست دیگه به چشم میزنی. چنل رو ساب کنین عطا اینو بیشتر میده. به این دست بچه‌ها تو ته دارم میسوزم براش میندازم. شما 1 امتیاز میشی من 2 امتیاز. گل کن.
حتی کلت توپو گرفت یه جورایی الان اونجی آریان بچه ها یه امتیازی نیست هر کی آخر بشه سوسه تا خوبه اصلا امتیازی نیست عطا بگو آخرش بیشتر از همین که اوکی عطا برو چی میگی؟ نظر در مورد شوت آریا چی بود؟ بعد بزن من داشتم سوالی پیرن رو در آورد شورت در میاریم بچه ها مردم دوستان منم دوستان همه لباس یا شورت یا حتی سر تا پا تو قیمت بگو همین الان سریع 2000 این کفش هم $7,000 شلوارم 392,000 کامان 2 میلیون دلار کامان کلا 8 میلیارد دلار بدون کفش گفتم 3 میلیارد دلار دیدم تو ریاضیت بودو خواب بعدی بزن این حساب نبوده بچه ها بزنی اونو بگی آقا بیا همینم نزد بچه ها این ضربه آخر آریاس گل نکنه دهنشو یه قسمت همه فلفل خوردن بزن من خوشحالم آقا چون گل خورد مجازات میشه نه تو رفت چون آریان گل خورد آریان مجازات میشه چرا؟ اصلا نگو نه گل نخور مجازات میشی چرا؟ مجازات نمیشه بریم برای چالش بعدی بچه ها این چالش یه چالش باحاله هر کی 3 تا فرصت داره داخل این 3 تا فرصت باید یه گل تکنیکی بزنی یعنی مثلا رونالدو بیاره اینجوری تکنیکی باید بزنی بریم بچه اول من میزنم بریم هر کی 2 تا آریان برو کنار آریان هر کی 2 تا فرصت آریان شنیدی پاس میندازی گل ویدیو چه توپو بگیر بده پاس چی بگم گل نشد ریدم تو قبرت حتی ویسکا بارسا اوکی گل شد من ندیدم گل خوشحالی ضربه بعدی این پارسا دم زده بده تو چی باش این چه دور تکنیکیه یه راکنویی کابونویی گل شد سو دوم گل نظر سوستون ضربه دوم آقای امیر پرسه نقل به برکتر دبلیم یه پوشه بالایه گلاسو از این لایه منم میشم گل بزنم منم زدم بیا برم ضربه بعدی خب ضربه تکنیکی آقای آریا ببینید چی کار میخواد بکنه با این ضربه خوشگله بعد رید میاره بله میخواد ضربه یه ضربه آقا اساس تو اندازه که باید بدیم بخون آقا ضربه رو بزنه آقای آریا واه چی گرفت دومی ضربه
دومین ضربه تکنیکی میاره. خدای قشنگ بود تکنیکات ولی گل نشد. اصلا بازی نمی‌کنه. سس فقط میخوای؟ آریا اصلا سس تو نخورده و دلش میخواد یه بار امتحان کنه. از همینجا آخرین ضربه میزنه میگیره. سس تند. بریم برای مجازات سس تند. میریم برای مجازات درد سوزناک. بخور. وایسا. آریا ادعا داشت که من میخورم. اینو من برش بریزم. بخور. برو خوردم. خوردی؟ نخور. نمیبینم. نه باید یه جور بذاری دوربین ببینم. نه باید دوربین ببینم. زبونت من دیدم نخورد. من دیدم نخور. تو که دیگه اعتماد این داور واقعا سختگیره و به گاز میگیره این داور. دوربین ببین. خدای خورد. آب. تو خدا. آب بیا. بچه‌ها بیا. بچه‌ها میخوایم میزان غلظتش رو ببینید. نگاه کنید فرق غلظت. خب چالش بعدی اینه که از کورنر باید بزن داخل گل. به صورت کاتدار. به این صورت. خب برو شاکا رو بگی. بچه‌ها این شاکا رو به مثل اسال مریض میمونه. خب این پارسا اولین ضربهش میخواد بزنه ببینیم چگونه خواهد. قانون نیست از همینجا با کاتدار بزنه داخل گل. اوکی. 2 تا یکی. نه این نشد. خب ضربه دوم ببینیم چه خواهد کرد. اینم نشد. ضربه آخر. بزن. اصلا نمیشه. بریم مجازات. بچه‌ها برای این چی بود؟ چالش از کورنر داخل دروازه به این نتیجه رسیدیم اصلا مجازات نذاریم. برای چالش بعدی بذاریم چون سخته. بریم بچه‌ها. اینجا آریان میخواد ضربه اولش رو بزنه. ببینیم چه خواهد کرد. قشنگ رید. خیلی قشنگ رید. خب از اون بر ضربه دوم خدایی قشنگ زد. یه خوشحالی کن. اوه خورد ناحیه بی. خب بریم برای ضربه اول بنده ببینیم چه خواهد بود. ریدم قشنگ. عالی ریدی. گل. عطا میزنه. خیلی قشنگ زد ولی اوت. ببینید چه خواهد کرد مرد سیتیفن. ضربه دومش رو صورت بعدی خراب کرد. ضربه آخر آریا میزنه و آریا تموم شد آریا. خب بچه‌ها خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین و چالش من شدم. بنده چالش داخل کامنت خودتون بگین و همین دیگه. لایک و کامنت سابسکرایب نره و چنل پیج بچه‌ها هم داخل منو دیسکریپشن هست و سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین. دمتون گرم. خدا